ویژگی اول نجابت خانوادگی ایشان بود. یعنی ایشان از یک دودمانی کریم و نجیب برخواسته بودند و ما اگر تاریخ حداقل 200 سال آخری اگر تاجیک نگاه کنیم، ما تقریبا کمتر خانواده را میبینیم که در 5 نسل بار دهد، ثمر دهد و زحمت و تلاش افراد این خانواده در 5 نسل برای یک ملت اینقدر مفید و در جای خود باشد. ما داریم یک نفر دانشمند که از یک خانواده مثال پایان برآمده است و میبینیم بعد از 1 یا 2 نسل دیگر از این خانواده دیگر کسی نیست. یا میبینیم پدر دانشمند است، پسر یا که پدر و پسر هستند دیگه این خانواده. شما تصور کنید پدر بزرگی استاد شکوری رئیس شهر بخارا و در نهایت قدرت و با آن همه قدرت و مکنت و دولت در برابر یک مادر در نهایت تواضع رفتار میکند که این همون شرافت و نجابت خانوادگیشان است. ما درباره خدمات صدر ضیا میتونیم ساعتها گپ زنیم، لیکن همین یک خدمت او که در دامن خود، در دامن معرفت خود، در دامن اما در محفل فرهنگی خود قهرمان تاجیکستان آینه را پرورده است و آینه طوری اشاره میکند 20 سالی خواندن مدرسه یک طرف است و همون زمانی در محفل صدر ضیا بهره بردن دیگرانی آنچه که آینه صاحب درد میشود از مکتب صدر ضیا میشود. خب درباره صدر محمد جان شکوری گفتاری جداگانه. فرزندان شکوری شما تصور کنید 3 فرزندی برومند شکوری در 40 سال اخیر در بیرون از مرزهای قلمروی مثال تاجیک زمین برای فرهنگ ما، برای تاریخ ما، برای تمدن ما خدمت میکنند، نام دارند و بسیار چیز مهم است که از یک خانواده بخاری اصل اینها در بیرون از حدود تاجیکستان تربیت یافتند. اما هویت من با افراد این خانواده که با فرزندان شکوری نشستم و صحبت کردم، من تعجب میکردم که چقدر یک فرزندان یک خانواده بیرون از محیط تاجیکستان یا محیط ایران یا افغانستان تربیت یافتند و با اون افتخار، با اون شناخت و با اون زحمت و جانفشانی برای این تاریخ، این خدمت، این تمدن خدمت کنند. و اتفاقا در نسل 5 این خانواده هم الان یک جوان برآمده که در عرصه معماری و فرهنگ و چه برای ما خدمت میکند. یعنی که ما میخواهیم نمیخواهیم نجابت و کرامت این خانواده را نمیتونیم، یعنی اصل این خانواده در تعیین سرنوشتشان و در خدمت گذاریشون بسیار مؤثر افتاده است. این یکم. دومین ویژگی استاد شکوری این بود که ما طور معلوم است از عصر 18 به این جانب در اروپا اول شروع شد حرکت روشنفکری و محصول این روشنفکری همین روشنگری برای جامعه بود و همین حرکت برای ما در نیمه دوم عصر 19 آمد که نماینده همون زمان احمد دانش است. و اگر ما تعریف های زیاده برای روشنفکری کردن و روشنگری گفتن که کی را میتوان روشنفکر گفتن، یکی از بهترین تعریف هایی که برای من پسند آمد همین است که این فرموده کانت است که میگوید که روشنفکری یا روشن در مجموع من روشنفکری این یعنی تفکری پویا و مستقل. یعنی هر کس که تفکری پویا دارد همیشه در جستجو و مستقل، یعنی وابسته به هیچ جبهه و هیچ نظام و هیچی نباشد. و از این منظر اگر ما نگاه کنیم شکوری همین خصوصیت، همین ویژگی را داشتم. ما در سالهای آخری حکومت شوروی و اول استقلال همین خیلی یک نظرم پیدا شده بود که یعنی میگفتن روشنفکر کسی است که حتما باید در مقابل مجرا قرار داشته باشد یا در مقابل رژیم های سیاسی باید باشد و ما حتی همچنین روشنفکرایی داشتیم. ولی اگر ما تحلیل کنیم، بررسی کنیم، میبینیم که این گونه بعضی از این روشنفکرها همین کارم کردن، لیکن ثمر و محصول کارشون چیزی نشد و با وزیدن و با دمیدن هر فضا و هر باد به این طرف و اون طرف
لرزیدند. و شما نگاه کنید استاد شکوری در 3 نظام زندگی کرد. نظام شوروی تا سال 1991، نظام یک سال اول استقلال که دوره به استقلال رسیدن تاجیکستان و حکومت مراسم ملی، و تقریبا یک و نیم سال، و بعد از آن حکومتی که بعد 16 خوجند آمد. استاد شکوری با هیچ یکی از همین حکومت ها نه در مخاصمه قرار داشت، نه در مخالفت قرار داشت، با هیچ کدامش کار هم نداشت، ولی که در هر 3 زمان همون رسالت روشنفکریش عمل کرد. و این شخصیت بزرگ شما تصور کنید در سال 1900، من نمونه از روشنفکریش اگر بگویم، در سال 1957 یعنی همگی در 30 سالگی وقتی همون فضای شوروی تغییر کرد و به اصطلاح آتپلی نیکیتا خروشچوف آمد، در اولین سال این بزرگوار بر رسالت خود عمل کرد و یک مقاله نوشت برای دیگرگون کردن تدریس ادبیات در مکتب‌های ملی از جمله در مکتب تاجیکی. شما تصور کنید در سال 1957 اینکه اون چی تاثیر گذاشت نگذاشت و یا شد یا نشد مسئله دیگر، اما این شخص بودن در از این بزرگترها، از این نفرایی بودن که اون زمان استاد شکوری همگی یک نامزد علم بود، اما ببینید چون در همون گن و در مسئولیت شناسی است، در همون زمان این بزرگوار احساس مسئولیت میکند و همین مشکلی جامعه را میگوید. در پایان زمان شوروی هم همچنان در یک سالی که من گفتم زمان بود، ما میبینیم شکوری بسیار فعال است در مسئله همون مسئله های شکوری بررسی میکند که دردهای جامعه هستند. یعنی اگر رسالت یک روشنفکر اصلاح جامعه و مداوا کردن دردها باشد، این وابسته به مقتضای زمان همون دردها را اول تشخیص میداد، معین میکرد، بعد کوشش میکرد برای دوای اونها. و در مرحله سوم هم شما میبینیم که در بعد از سال 1993 اگر شما ببینید استاد شکوری 4 کتاب نوشت و این کتاب ها همش در همون مجرا، در همون حرکت روشنفکری، اصلاح زبان، اصلاح مکتب، اصلاح فرهنگ، اصلاح اخلاق، تحکیم پایه‌های دولت داری. یعنی من در خلاصه همین قسمت به این باورم که یک روشنفکری تمام عیار، یک روشنفکری کامل بود استاد شکوری. خب ویژگی سیومی استاد شکوری، ببینید من این چیزی که در شاهدی این چیز بودم، ما زمانی که به سن 14-15 رسیدیم در شوروی نسیم بازسازی وزید و جامعه سابق شوروی متحول شد و میدونید وقتی که در همون سالهای آخری این ما دانشجو شدیم و روندی فروپاشی شوروی شروع شد، شما تصور کنید، من این به خاطر اینکه حرفم به اساس نباشد، با ما در همین وقتی در دانشجو بودیم یکی از سعادت‌های ما بود که برای ما 5 نفر اکادمیک و یا زیاده از 20 نفر دکتر پروفسورهای به ممتاز جامعه تاجیکستان درس دادن. وقتی روند فروپاشی شوروی به انجام رسید، شوروی با یعنی تاریخ پرت شد دیگه، یعنی قطع شد، هستیش قطع شد، یعنی پشخو. حتی بعد از پاش خوردن رویه تقریبا 80% روشنفکران همون زمان از جمله استادی که ما رو درس میدادن روحیه نوستالژی و افسوس و تأسف بود، در حالی که همین دانشمندان برای ما وقتی درس میدادن میگفتن که در سالهای 60 در افریقا، میگفتن سالهای 60 سالهای افریقا است و در همین افریقا زیاده از 20 یا 30 دولت با آزادی رسیدن، کسب استقلال کردن. خودشون همین چیز درس میدادن، لیکن من نمیدیدم که از اینکه بزرگترین نعمتی که برای ما در شاید 100-200 یا شاید 500 سال آخر حتی به دست آمده همین استقلالی که ما به استقلال رسیدیم، من نمیدیدم که اینا حتی حادثه شده را، حادثه که برای ما گویا که به اصطلاح گویا که مفت اتفاق افتاده و بدنی برای ما دست رسیده، من نمیدیدم که از این پذیرایی کنند و او رو قبول کنند. و ویژگی شکوری، تفاوت شکوری از این گونه دانشمندان آن بود که او به استقبال استقلال می رود. یعنی همون روندهایی که در تاجیکستان قبل از فروپاشی شوروی به عمل آمدن، از جمله اون همایش بزرگی که منجر به
قبول قانونی زبان شد که زمینه از همه محکمی استقلال تاجیکستان بود. در این روند این اشتراک میکند، در روند بعدیش تطبیق قانونی زبان اشتراک میکند. و میدونید تمام آثاری که شکوری بعد از استقلال نوشت، اینها یک نوع جهانبینی تاجیک استقلال یافته بودند. یعنی تمام این آثار اگر شما مراجعت کنید بخونید، برای آن بود که شکوری تلاش کرد که زمینه‌های ایدئولوژی و زمینه‌های معنوی استقلال ما را بنویسد، به مردم بگوید و تنها با گفتن نه، با پیشنهادها. و اگر انتقاد کرد، مثال در مسئله مکتب و معارف انتقاد کردم، اما همه خیلی انتقاد این که طعنه کند اون راهش پیشنهاد کرد. در اون کتاب انسانگرایی می‌بینیم که برای مکتب، برای اینکه جامعه ساخته شود، برای اینکه نسل زمان استقلال با تفکر استقلال به دنیا آید و پرورش یابد، گفت که باید ما در برنامه مکتبی میانه، در برنامه مکتب باید ما انسانگرایی را در محور قرار دهیم. یعنی کاری همینطور فقط یک دعوا یا یک ادعای پوچ و خالی نه. این بزرگوار خدمت کرد و من فکر میکنم که آثار شکوری استقلال ما را بیمه کرد. من بر این باورم که در زمان استقلال ما، در اگر زمان شوروی اگر دو کتابی خیلی معروف، خیلی محبوب و تاثیرگذار اگر گویم که کدام ها بودن، هیچ کس فکر میکنم شبهه نمیکند که یکی نمونه ادبیات تاجیک در سال 1926 بود و دوم کتاب تاجیکان بود. در زمان استقلال اگر شما بگویید که سه کتاب بسیار مهم چی بود، کدام ها بودن تا این دم، البته من امیدوارم کتاب های زیاد و دیگر نشر میشوند، تالیف میشوند، ولی تا این دم یکی از کتاب های بسیار مهمی که نوشته شد در سالهای اول استقلال کتاب خراسان است. اینجا بود او تمام دردها، بیماری ها و رنج های کشیده ای ما را جنبست کرد با یک نظری انتقادی، با یک نظری اکادمی. یعنی همین خیلی یک نوشتاری ژورنالیستی یا هم یک تحقیقاتی بسیار دامنه‌دار و گسترده این خراسان است. اینجا است که من فکر میکنم که او جایگاه زبانی ما را ثابت کرد و در همون زمانی که بعضی مردم اصلا در سالهای اول، حتی بعد از سال اول استقلال، بعضی مردم چون جنگ شهروندی شروع شد، بعضی مردم فکر میکردن که همین قانون زبان یک اشتباه بود، نمیگفتن که این زمینه استقلال ما بود، یعنی میخواستن اونو به فراموشی سپارن. این در همون زمان، در همون سالهای گرفتاری داخلی، همین قانون زبان با نوشتن این کتاب ثابت کرد که این قانون سری وقتی بود و ما اگر خواهیم که یک جامعه بسازیم، اول باید مؤلفه های هویت ملی ما را که یکی از قوی ترینش زبان است، باید ما همون تقویت کنیم، بر همون بیشتر اشارت کنیم و کتاب خراسان است. اینجا مهمترین پژوهش یک کتاب تاجیک شناسی، یک کتاب هویت شناسی در خویشتن شناسی ما در این 30 سال استقلال است. کتاب دوم ایشان کتابی که با نام پنترکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان است. این کتاب اگر شما نگاه کنید، نگاه یک دانشمند بر روند 100 سال اخیر بود. یعنی همین حرکت از کجا شروع شد، ما از این حرکت چه ضربه های خوردیم و فقط این نه، ما باید در آینده، یعنی دورنمای روند حادثه ها، روند مبارزه هایی که در گذشته شد و امروز هنوز ما میبینیم ادامه دارن، اینها را تحلیل بررسی کرده، پیشنهادهایی کردن و در شناخت نکته دیگر این که در شناخت شخصیت ها، یعنی شخصیت هایی که در 100 سال اخیر برای ما خدمت کردن و در همین خدمت اینها کدام نکته های برجسته بود و برای گرامی داشتی اونا ما باید چیکار کنیم و حتی من میتونم گفتن که افقهای استقلال ما را این کتاب و سایر کتاب‌های شکوری برای ما مشخص و معین کرد. ببینید بزرگی یک دانشمند، یک نویسنده، پژوهشگر ملی بعد از گذشتن او بیشتر معین یا مشخص می شود. وقتی ما میبینیم که امروز دردها و اون استراب‌ها و بانگ‌های خطری که استاد شکوری در سالهای آخری عمر خود گفته بودن، ما میبینیم که اونها آهسته آهسته یعنی به ما نزدیک میشوند و ما رو تهدید میکنند. فکر میکنم که ما که در آستانه جشن 100مین سالگرد تولد او قرار داریم،
ما به این شخصیت، به آثار این شخصیت باید دوباره رجوع کنیم و در زمینه آثار او برای بیدار کردن جوانان ما، برای معرفی آثار او قبل از همه و برای اون که در همین محیطی که ما قرار داریم، امروز در محیط قرار داریم که تهدیدهای جهانی از هر سو، هم از جنوب می آیند، هم از شمال می آیند، هم از غرب می آیند، هم از شرق. یعنی من گویم که از یک سونه، یعنی از 4 سمت امروز تهدیدهای هم سیاسی، هم ایدئولوژی، هم فرهنگی به ما نزدیک می شوند